آقا قهوه چند تومنه؟ 40 تومن. با شکر چقدر میشه؟ رایگان شکر. شکر رایگانه؟ خود 2 کیلو شکر بده. ها؟ 2 کیلو شکر. امیر چرا فقط با افغانی‌ها دعوا می‌کنی؟ چون لازم نیست دیگه بدم. آی راننده خدمتت. پس بقیه‌اش بره خودت. آقا این مشکل پولیه. پولی خدا شده من 1000 تومانی میدم، پول ندارم. سلام. سپرایز تقدیم با عشق. داداش؟ بله. چرا اینجا خوابیدی؟ فقیرم، جا خواب ندارم. ای داد بیداد. پاشو بیا بریم تو کوچه خود ما بخواب. امیر پارسال با چه ارزی از کشور خارج شدی؟ با عرض پوزش. امیر گرز چه گذاشتی اینجا؟ دست نزن. بری چه؟ پول محافظ یخچال نداشتم، گرزی گذاشتم پشتش. جان کجایی بیا خونه، بچه‌مون نفت خورده. چه؟ نفت خورده؟ بگو بشاشه تو چراغ نفتی تا میام. امیر قرض منو نمیخوای پس بدی؟ ندارم جان تو. نداری؟ بعد آیفون خریدی؟ بابا این طرح اصلی خونیست. از پیج تکنوستار خریدم 9 تومن. بابا قرض من 50000. حالا بعدم بهت میدمش. این نخ سیگار بمیدی؟ مگه خودت نداری؟ سیگار هست ولی کم است. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. عزیزی آقا راستی گرسنه است؟ نه قربانت، ما نهار خوردیم. تعارف میکنین؟ بابا تعارف چیه؟ به جان تو مرغ هستم. نه ممنونم. سری میگم تخم میذاره.